این دوره زدن در حدیث تشریح شده که نه ترشا که پوست ور داره و نه ترشا که ویش نفهمه، بلکه دردم به بدنش حاصل شوه، لیکن او قدر زیاد نباشه که پوست چپه شوه. قدرت الله متعال امید دوره کسی که در بدن خود بخوره باز روزی خوبی را نمیبینه. الله متعال امید طور یک چی تاثیر دیش انداخته. یک، ولا تاخذکم بهما رأفتون، نگیره شما را در مورد اردویشان رأفتون ترحم فی دین الله، در اجرای حکم الله متعال. حکم الله که اجرا میشه در اینجا تو باید از شفقت و ترحم کار نگیری. چرا؟ به خاطر که یا جنایت کرده. علت چی است؟ علت است که الله متعال بسیار امر به ستر پوشی و پرده داری کرده تا زمانی که امکان است بعد کسی را سترش چی نکنی، افشا نکنی. اما زمانی که یک آدم کلی پرده های ستر و عفت بدره و چیره بکنه و نعوذ بالله مرتکب امچه اعمال شوه، عالی حیثیت و آبروی از او خودش ریختانده، از او خاطر در مجامع بزرگ بیایه و عالی دیگه حد سرش جاری شوه. جاری شدن حد چقدر فضیلت داره. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میفرما که حد یعمل به، کدام حدی که عمل سرش کرده میشه فی الارض، در روی زمین، چیست؟ خیر لاهل الارض، این بهتر به اهل ارض است، یعنی در روی زمین برای اهل ارض بهتر است من ایام یمطروا، از اینکه سریازیا باران کرده شود 40 سنه، 40 سال 40 صباحا آمده 40 صبح سرش باران شود، از او که بهتر است که یک حد جاری شود. امروز یکی از جمله بدبختی های ما امیسته که حکومت های ما بنابر پذیرفتن چیست دینی دموکراسی عالی نمیتونه که حدود جاری بکنه. باز حکومت ها خود اسلامی هم میگه، عجیب حکومت های اسلامی است، با یک نجاری کردن حدود الله حکم چیست اسلامی ماندن سری تو دور میشه. چرا که تو حدود الله را هیچ کدامش عملی نمیکنی و نه عقیده بری از او داری، بلکه ای را نعوذ بالله ظلم قرار میدی، انتقاد سر دین اسلام میکنی. اگر کسی را ظلم پنداره ای بالکل کافر است، چرا که حدی که الله مقرر کرده ظلم بپنداره او کافر میشه. اما نه عملی کردنش گناه کبیره است. اگر قانون دموکراسی را ترجیح سری قانون بده باز نعوذ بالله کافر میشه. اگر ترجیح نده بگویه که قانون اسلام خیلی بهتر است لیکن عمل نمیکنه، این مرتکب گناه کبیره شده. ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین الله، نگیره شما را بالای اردو زانی و زانی ترحم فی دین الله، در اجرای حکم الله. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما هستی که ایمان داره بالای الله و به روز آخرت. ولیشهد، باید حاضر شو عذابهما، در عذاب اردویشان طایفتون، یک جماعت من المؤمنین، از مؤمنا. چرا که هدف از اجرای حدود چی است؟ درس عبرت برای دیگران است که دیگران پند بگیره. اگر کسی نباشه چی فایده است؟ از همون خاطر است که حد جاری شدن این بسیار مانع بزرگ برای جلوگیری از واقع شدن در فحشا است. از زانی لا ینکحوا الا زانیه، مرد زانی نکاح نمیکنه مگر زنی زانیه را، او مشرکتن یا زنی مشرکه. و زانیه، زنی زانی لا ینکحوها، نکاح نمیکنه او را الا زان، مگر مرد زناکار، او مشرک یا مرد مشرک. و حرم ذلک، حرام کرده شده امی علی المؤمنین، بالای مؤمنا. دو توجیه میکنه مفسرین، توجیهات مختلف میکنه. یک توجیه مراد از نکاح هم بستری است، یعنی جماع از زانی، مرد زانی لا ینکحو، نکاح نمیکنه. اینجا نکاح به معنای زناست، زنا نمیکنه الا زانیتن، امرای زانی. چرا؟ زنی که زانیه نباشد، زنی که پاک دامن و عفیف است، هیچ وقتا نمیده به آدمی زانی که قطع از کاری بد و عمل بد انجام بده. از او خاطر از زانی لا ینکحو، مرد زناکار زنا کردن نمیتونه الا زانیتن، مگر امرای زنی زناکار. زنی پاک دامن عفیف چطور نفس خود به زانی بده؟ نه. او مشرکتن، یا زنی مشرک که تعلق به این نداره که این حلال است یا حرام است، فرق نمیتونه. و زانیتو، او زن زناکار لا ینکحوها، زنا قطش نمیکنه مگر زانی. نه، زن زناکار مرد پاک دامن خوش نداره قطعی از زنا بکنه. چرا؟ مرد پاک دامن خو نکاح میکنه. او مشرکون، یا مرد مشرک که در قصی حلال و حرام نیسته. یک توجیه است. امام طبری رحمه الله امی توجیه را ترجیح میده و میگه که مراد از زمین نکاح زنا هست، یعنی هم بستری است. و حرم ذالک، اینمی زنا
ذالک راجع به امی زنا شد. امی زنا حرام کرده شده علی المؤمنین، بالای مؤمنا. چرا مؤمنا زنا نمیکنه؟ یک توجیه است، آسان توجیه. دوم توجیه است که نکاح به معنای عقد است. نکاح به معنای عقد نکاح است. دیگه معنای طور میشه الزانی لا ینکح الا زانیتا، مرد زانی عقد نکاح نمیکنه مگر امرای زن زانیه او مشرکتن یا امرای زن مشرک. چرا؟ هدف زناکار فقط این میسته پورا کردن خواهشاتش است. پس همینطور زن پیدا میکنه که هم دقیقه نان نفقه ای گپا نباشه. آدم زناکار هوس طلب است، او خدا در زیر باری مسئولیت نمیاره که نان نفقه ای گپا را بده. از همون خاطر زن زانیه را پیدا میکنه. زن زانیه قطش نعوذ بالله عقد میکنه. او مشرکتن یا مشرکه پیدا میکنه که زن مشرک هم نعوذ بالله در قصه حلال حرامی گپا نیست. و الزانیه زن زانیه را این نکاح نمیکنه مگر مرد زناکار او مشرکین یا مشرک. اینه در این صورت مراد از نکاح عقد است. و حرم ذالک، امی عقد امی نکاح حرام کرده شده علی المؤمنین، بالای مؤمنای واقعی. در اینجا باز اختلاف است. در این صورت امام احمد ابن حنبل رحمه الله میگه که مراد از این عقد است و عقد اموتور بالکل که الله گفته امی عقد نارواست. اگر یک زن شوهرش زناکار باشه، مکمل زنا میکنه، با چشم سر میبینه، آلی عقد از این قطع از این میده میشه. این فتوای امام احمد ابن حنبل است و راست است و حقیقت است. چرا؟ زن پاک دامن قطعی شوهری زناکار روز هم تیر نمیتونه. او تمام روز در قصه پورا کردن خواهشات خود است. نان نفقه و گپای زیر در قصهش نیست. اولادش غمش نداره، پرداخت حقوقش نمیکنه، همیشه مریض روحی میشه. باید نکاح خود قطع بکنه. و همچنان مردی که مؤمن عفیف پاک دامن است قطعی زنش زناکار باشه و بعد از عقد نکاح زنا کرده رایسته، باید ترک بکنه. حرام است این نکاح عقد. چرا؟ مقصود از نکاح است که نسل پاک، نسلی که مختلط نشده باشه، او تربیه شوه. تو لااقل اولادی تا بشناسی که اینی اولادم است. چطور شده میتونه که زن زناکار باشه اولادای دیگر را بیاره، یا شوهر زناکار باشه در قصه تو نباشه برای جاهای دیگه؟ از او خاطر اینجا میگه که یا حرام است. لیکن علمای دیگه مذاهب میگه که مراد در اینجا نه. اگر یک زن زناکار هم باشه، کسی یک مرد مؤمن قطعش نکاح میکنه، نکاح صحیح است، لیکن مناسب نیست این حال. این آیت میگه بیان واقع را میکنه، بیان حکم جدید نمیکنه. بیان حکم جدید نمیکنه. در واقع، در خارج، در بیرون همیشه مرد زناکار قطعی کیست؟ زن زناکار. زن زناکار قطعی کیست؟ مرد زناکار. در خارج و در بیرون همی گپ است، اما این حکم جدید میگه افاده نمیکنه. از همون خاطر اگر مرد پاکدامن قطعی زن زناکار نکاح بکنه، نکاح صحیح است. اگر زن پاکدامن قطعی مرد زناکار نکاح بکنه، میگه نکاح صحیح است، لیکن مناسب نیست. در بیرون، در خارج اینی حالت می باشه. لیکن قول احمد ابن حنبل یا توجیه اولی که امام طبری رحمه الله کرده، این بهتر است. چرا بهتر است؟ به خاطر از اینکه طبیعت زن مؤمن پاک دامن با طبیعت مرد زناکار چی است؟ بسیار با هم تفاوت داره. حتما در زندگیشان چی میشه؟ بگه بدگذرانی شروع میشه، مخالفت و نزاع پیدا میشه. از او خاطر این زندگی مبدل به یک دم رنج و غم میشه. از او خاطر باید چی نکنه. و در زمن الله متعال طبیعت ها را مکمل در اینجا جدا میسازه. تعجب است، یک زنی که امرای تو رابطه گرفته، باز تو را نکاح میکنی، لیاقت نکاح را داره؟ یا تو امو بچه را پس نکاح میکنی، قطعش نکاح میکنی، او هم در صدد پورا کردن خواهشات خود و تو هم دخترم در صدد پورا کردن خواهشات خود بدون عقد نکاح. از همون خاطر طبیعت ها با هم موافق میشه که نکاح میکنه. اگر نه که طبیعت موافق نباشه نکاح نمیکنه. چرا؟ او میگه که قطمه گپ میزنی، قدر خنده و مذاق داری، سبا روز یک از مکه خوبتر پیدا میکنی، از مکه مالدارتر پیدا میکنی، باز تو لحاظ مرا داری؟ قطعا نداری. زنم همیطور، شوهر میگه که خو وقتی که تو امیال قطمه رابطه غیر مشروع را برقرار میکنی، دی از مکه خوبتر دختر دیگر رو پیدا میکنی، خطی از او باز رابطه خود قایم میکنی و مرا دمونجا نه اله و نه کاله اله میکنی. قطعا مکه تو نکاح نمیکنه. ببینی این تعلیم است
که انسان باید چون پشت پاک دامنی و عفت خود میگرده بسیار دقیق باشه که مردم چه رقم مردم است. خاندان آزاد که نه خواهرش نه دخترش خب میبینی که کدام طرف میره، مردمای بی غیرت و دیوس دور از حاضرا پیدا میشه بسیار زیاد. خب میبینی که این خاندان بگوی خاندانی با غیرت نیست، آزاد هستن، دختری تبرش ندی، ولو که مالداری زیاد باشه، ولو که دکتر باشه، هر رقم که باشه، به خاطر که سبا روز لکه در دامنت میخوره. دختر و بچه که در موبایل در بین خود ارتباط گرفت نگیری دختر و نه اینطور بچه را بگیری. چرا؟ به خاطر که اگر این پاک دامن و با عفت و آدم با غیرت و با احساس می بود، اگر همشیری خودش همین قسم پیام لا اقل السلام علیکم به کسی بگویه گردنش میبره. اگر این آدم غیرتی باشه مؤمن باشه مثل که همشیریت امی کار بکنه بد میدانی، دختر دیگه قسم که امرای تو رساله روان میکنه اینمی رقم بد ببری. اگر تو مؤمن واقعی استی دنبال خاندان شو، همشیریتا مادریتا روان کو ببینه، خاندانش ببینه، بعد از او خواستگاری را شروع کنه. شریعت اسلامی برای از معیار داره که چه رقم خواستگاری صورت میگیره. دین اسلامی طور نیست که در سر راه دو نفر توافق میکنه میگه برو حال دیگه زن و شوهر است. در دین اسلام شما مرحله خواستگاری را چقدر چی داره؟ دیدن از واد خاصیتی از دور آدم بلد شوه، کلی گپاره حالی و گپا نیسته. در موبایل با هم جور میاد، بعد از او یک مدت عمرم در پانتون تیر میکنه، یک مدت عمر در هتل تیر میکنه، یک مدت عمر در میله ها میره، بعد از او باز خواستگاری را شروع میکنه. این خواستگاری از همون خاطر است اینمی عقدا و اینمی تویا قطعا پایدار نیسته، حتما مخالفت میشه. چرا؟ دختری که امروز تو را خوش کرده صبح از تو کرده خب جوانی کاکا با پیشش میاد او را خوش میکنه. تو که امی بچه را خوش کردی امروز تو را خوش کرده صبح دختری کاکی دیگه در گیرش میاد او را خوش میکنه. در قصه تو نیسته. قرآن کریم به نکته دقیق اشاره میکنه و ما را بیدار میسازه که با کی نکاح شوه. زانیه با زانی نکاح میکنه، زانی با زانیه نکاح میکنه. مرد پاک دامن با اینطور مردمای دخترای لگشت قطعا نکاح نمیکنه. قطعا که هر جامعه را هیچ دقیقیش نیسته به چی میگه جلو ایلا و زنا اینطور بچه‌ای که ایلا گشت از فسق و فجور میکنه او را به نکاح نمیکنه. چرا؟ آینده خراب داره، تاریک داره. روزی فرا برسه که در عین حالی که یک طرف اولادی ایلا نمیتونی از طرف دیگه تو را طلاق میده. من شاهد صحنه هستم. این واقعات برای شما نمیه، برای شما گفتم نمیشه. خو این دل است که بکفه باید، دل است که بکفه باید. دختر چی میگه؟ طلاق به خاطر میده که من تو زنی دوم گرفته و بعد از او طلاق داده، دو اولادم داره، لیکن به خاطر چی طلاق داده؟ گفت من تو را گرفتم که زنی سابقین واری برای من زنا پیدا کرده برو. نعوذ بالله. برای من زنا پیدا کرده برو. تو چی قدر چی هستی تو؟ اگر زنا را پیدا کرده نمیاری برم اینی برو، نه نان داری نه نفقه داری، برو با دو طفل رخصت کرده شد. دختر بیچاره متدین گفت من خوی کار نمیتونم. تو هم کار ندارم، من خوی تو را کرده بودم به این خاطر که دی تو چی هستی؟ زنی سابقیم برم پیدا کرده رویسته و تو نمیتونی. نعوذ بالله. این بدبختی هاسته، این تنفروشی هاسته، این بی غیرتی هاسته. بالله قسم که بعضی گپا برای ما میرسه که ما در مجالس بگویم برای ما مناسب نیست که بگویم. غیرت انسان ایجاب نمیکنه. علت چیست؟ علت بیدینی است، علت آزاد طبیعتی است. با قرآن خود تسلیم نکردیم. دختر چادر مادر نه، هر جای بگرده آرایش کنه. من تعجب میکنم. من خو میگم که یک تعداد مردم این ملا نیست، این ملا بسیار جریمه است، بسیار محکوم است. او کسی که دخترش اونجا در رقص رفته و خواندنا میکنه در مجالس، پدری از او باز بمره، پدری از او را من جنازه شو بکنم. زنش چی کارا میکنه من جنازه شو بکنم. من میگم لعنت الله، تو دختری دید تو کار میکنه، تو بی غیرت دوس، جنازه دوسا را من بخوانم. به الله قسم اگر بخوانم که مرده اونجا بیفته و مسلمان کسی باشه که برادرت باشه برش بگوی که برادرم نیست، این دیوس است، این بی غیرت است که مردم بدانه. آلی مردم قطع تعلقه امرای کسایی میکنه که سنت رسول الله را عملی میکنه، دعوت به توحید میده.
خیر الله چطوری مردم ببخشه؟ ها؟ در مقابل سنت رسول الله که تو میکنی مردم رابطه قطع میکنه، نه زنده داره نه مرده قطع. تو را تنها میمونه که مرده تا دفن بکو. چرا که سنت پیغمبر عمل میکنی. اما اون مردکی که بنگی برالا دخترش زنا میکنه، فاحشه است، رقاصه است، پول پیدا کرده رویسته به می عمل، پدری از او قابل قدر است. تو در جنازش میری، تو در جنازه برادرش میری. غیرت در کجا رفته امروز؟ خب میبینید دختری از او میره در دفتر امریکایی، در دفتر انگلیسی، شب و روز هموجه است. همی پدر وفات میکنه، در جنازش دعا برش میکنی. این خود نه تنها به حیثیت اسلام کرده، اما غروری افغانیتت که سابق در کلی دشمنت میگشت امورم میده کد از بین برد. ما گفتیم براتان تصویرای برای که به الله قسم با سرتان خم باشه دیگه افغان خود افغان گفته نتانه. ایره یاد داشته باشه. هست همینطور. چرا؟ به خاطر $200 $400 $500 نه ناموس سیکت نه غیرت خود سیکت. خوش است در دفتر کار میکنم، رای خارجی ها مشاور است. قرآن کریم گپا را همونطور نمیگه. کسی که غیرت داره به الله قسم راستی تا بگو همشیره دختری دمی کار بکنه باز ماندنیش هستی. قرآن کریمی کل احساسات در نظر گرفته، یه احکام مرتب کرده، یه حکم روان کرده، کلی ازیره. اما امروز برو دیگه هرچی که میکنی بکو. معتبر کیسته؟ امو کسی است که بی غیرت است، دوس است، نام مردم بد کرده، امو پیشتاز است. غیرت ها کوچ کده اولی. الله رحم بکنه. تا یه اندازه را کوچ کده تویا میشه. او تویا با کدام سیستم میشه؟ راستی تانه بگوی. عروس هم میرقصانه، امروی مردم دیگه چک کده رویسته. یک کلپ کسی از امی افغانای ما از روسی را بر من نشان داد، به الله قسم تعجب کردم که یام خود مومن میگیره، یام خود مومن میگیره. کاش که امو عروس دستا تایی جلوچ او رقص میکنه، او دووس امو شوهرش قطی جوانای دیگه. الله اکبر، بسیار سخت است. مچم که این حسی غیرتی از یا کجا از بین رفته، کدام طرف رفته، کوچ کرده. خوش است که ما توی کردیم. دخترای تانه نگاه کنی، به مو کسایی که در غرب زندگی میکنه دمو بده که سالا شراب خورده، سالا زنا کرده، حتی همو مردی و شهوت هم آلی دیش باقی نیسته، به مو داده بره، برای امازوا داده بره. چرا که زندگی خوب داره. سبا روز مرم در امریکا دعوت میده. البته کلی مردمی که در خارج است ما بد نمیگیم، الحمدلله. در خارج افراد ما داریم که اسلامیتش، غیرت و شهامتش همیالی در او کسی که در اینجا هست هم پیدا نمیشه. اما اکثریت که ببینی اونجا کسی که در خارج زندگی کرده، همین دوستای متدین برای ما قصه میکنه که چی حالات میگذره، چی کارا میشه. چرا؟ خیر است که غریب است، متدین است، علم داره، دین داره، غیرت داره. همین را لحاظ بکو، سبا روز در دامنت لکه نمیشه، داغ مانده نمیشه. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء، و کسانی که دشنام تهمت میلگانه به زنان پاک دامن، ثم لم یاتوا بعد از او آوردن نمیتونه باربعه شهداء 4 شاهده، فجلدوهم شما دوره بزنی یا 80 جلدتن 80 دوره، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، قبول نکنی برایشان شاهدیشان همیشه. و اولئک اینمی مردم هم الفاسقون، یا فاسق هستند. الا الذين تابوا، بجز از کسانی که رجوع کردن، من بعد ذلك پس از اینمی مرتکبی عمل، و اصلاح خود اصلاح کردن، فإن الله یقینا الله متعال غفور رحیم، مهربان ذات رحم کننده است. الله متعال برای حفاظت پاکدامنی یک زن پاکدامن که حیثیت و آبروی از او همیشه نریزه، این طور نباشه که هر کس بخیزه تهمت بلگانه، الله متعال حکم سختم مقرر کرده. یک کسی را که متهم به زنا میکنی باید 4 شاهد داشته باشی. 4 شاهد. کدام شاهد؟ مردا شاهد باشه. شاهدی شامی قدر واضح همینطور شاهدی بده که ما این امیر دیدیم
اینمی زنه یا اینمی مرد، قطعی اینمی زن مثل که سرمه در سرمدانی داخل میشه. امی قسم دیدیم. امی رقم شاهدی که نده درست نیست یا حد قذف زده میشه. چرا اینقدر سختگیری کرد؟ جان یک انسان هم گپ عادی نیست که سنگسار میشه. آبروی یک انسان هم گپ عادی نیست که به مفت بریزه. زمانی که حکم سخت عملی میشه باید به شرایط سخت ثبوتشان باشه، وگرنه بهانه او را برای تهمت متهم ساختن آسان گپ است. امروز حکمت اسلامی نیست. حکمت اسلامی نیست از خاطر هر کس هر چیز میگه. او در زمان پیغمبر و خلفای راشدین بود. حالی خوشو میخیزه سنوی خدا میگه تو این طور کدایی فلانی لندیت است، این طور است. یک زنی بیادر به زنی بیادر دیگه میگه چی برش میگه ما بین خود زنیور. دنیا چند از زنی میشه. تو خبر داری که نسبت زنا کردن به کسی گناه کبیره است، بلکه اکبر الکبایر است. خبر داری؟ حالی آسان کمی که جنگ میکنه ناکوک میشه آسان است. تو قطعی فلان جور استی و تو فلان طور اینطور کرده، این گناه کبیره است.